اگر میخوای کلی مشتری جدید پیدا کنی، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن، چون یاد میگیری چطوری کسب و کارتو توی نقشه گوگل ثبت کنی. برای این کار برنامه گوگل مپ رو باز میکنیم. مکان کسب و کارتون رو روی نقشه پیدا کنید. این میتونه سالن زیبایی، خیاطی و یا سوپرمارکت باشه. روی محل مورد نظر ضربه بزنید و از منوی باز شده گزینه Add a Missing Place رو انتخاب کنید. حالا وارد یه فرم میشید و باید فیلدهای لازم رو با دقت پر کنید. اسم کسب و کار رو مشخص کنید. برای مثال سالن زیبایی رویال. تو قسمت بعدی دسته‌بندی کارتون رو انتخاب کنید. من بیوتی سالن رو انتخاب کردم. در ادامه وارد Add More Details بشید. اینجا مشخص میکنید که چه روزهایی و چه ساعتهایی فعالیت دارید. من ساعت 9 صبح تا 9 شب را انتخاب میکنم. روی گزینه Add a Photo در پایین صفحه بزنید و از صفحه وارد شده عکس‌های مربوط به کسب و کارتون رو اضافه کنید. روی گزینه سیو بزنید. یه شماره وارد کنید. میتونه موبایل و یا تلفن ثابت باشه. اگر سایت دارید در کادر وبسایت وارد کنید. اگر همه موارد رو انجام دادی روی گزینه سابمیت بزن و تمام. تا چند ساعت دیگه کسب و کار تو گوگل مپ نمایش داده میشه.